امروز آمدیم میبینیم که چگونه جیمیل خود را پاک کنیم. اینجا که آمدیم داخل make your google account میزنیم، کلیک میکنیم. اینجا اکاونت ما اومد. دیتا پرایوسی را انتخاب میکنیم. اینجا دیتا پرایوسی. خب اینجا که آمدیم، اینجا بالای دیتا گوگل دیتا یور گوگل انتخاب میکنیم و به همیش ای گوگل از ما پیش ما پاک میشه. یکم ذره طول میخوره دیگه، اینترنت ضعیف است. دیتا پرایوسی. حالا ما اینجا یک پسورد انتخاب میکنیم که همی جیمیل خود را پسوردش اگر شما با فراموش کرده باشید خب نمیشه. اگر جیمیل پسوردش یاد دارین اینجا انتخاب میکنین. جیمیل پسوردش انتخاب میکنیم. دونتا میزنیم. اینجا نکست انتخاب میکنیم. یه اکاونت ما با کلی از پیش ما پاک میشه. اینجا میایم دو گزینه را کلیک میکنیم و تک مارک میبینین، تک مارک میشه دو گزینه. اینجا که دو گزینه انتخاب شد میبینیم یک دقیقه که چینل ما تا آخر تکمیل شد. اینجا دیلیت اکاونت انتخاب میکنیم. بالای دیلیت اکاونت کلیک میکنیم. این گوگل ما با همیش پاک شد. جیمیل نو درست میکنین، درست کنین. اینی جیمیل پاک.